او هرشا اسرائیل و شر اسرائیل و آمریکا و ایران او اروزی وانا او نه یک توان بار دکن و زورتر هندی آمریکا دبیجه اسرائیل دبیجه حکومت ایرانی حکومت کی دیکتاتور و تروریست دایکا تروریستانه هندی ایرانه دکارم بیجم خواب باشی نشان داده آمریکا و اسرائیل وکی تجاوزکار وکی ترور وکی کشتن خلقین بیدیفال ولات دیگه قلم داده ام بین لسر به تشتی قضاوتی کرد ایران آخه ایران سنور و جغرافیا ایران یا ایرانیان یا خلقین دیگه او ثروت و حیا و ولات ثروت و حیا خلق ایرانیه یان بو گروه دیگه تروریستی او دولتا کنه خواستاپین لسر و خلقین ایرانی کنی او دولتا که خواستاپینه خدمتا بیگانه یان دولتا که خواست و داخازن خلقین جدابیر ایرانی لسر و بحثی بکن او نه لپیش همو تشتکی ده ایران لسر ناو خو و دستو تاخمه که سر به اطلاعات و سروکایتی و سپاه پاسداران و گروه این تروریستی و ندزانه هیچ حقه که نادن خلق ایرانه هیچ مافه که بو خلق ایران قایلن هیچ خدمت گذاریه که بو ولات بو پیشوچون ولات ایرانی جانا خلق ایرانی نکن دهات ایرانی نفت ایرانی روزه که گمرکات تنگی هرمز دکتا 500,000 میلیون دلار خنجی نفتاوی هزاران ریکن دیگه درآمده هیا بو دولمن کرنا و والاته کس نزاند او پاره بو کیوه چه یعنی لو والاته نایت خش کرنه آخ ایرانی خلق ایرانی اما ریبراتیا و آخی و دولت و خلقی کته دست هندک انسان بیگانه پرست تروریست پرور لخلقی خالد برسیتی لحجاری دا را دگره کولبری بو روان زانه به میلیاردها دلار گروه تروریستی حماسی مصرف دکه به میلیاردها دلار لبنان کی کاول سر لنوی دهروشینا سر لنوی چه دکه همیه به تازه خلقی و همو کری نشین بون والاتا کی کاول اینا والاتا کی سر لنوی آوا که هر کس بو خدانی خواه مالای خواه معاشی خواه خلقی ایرانی لبرساده دمره ده هزاری دادن آلینا ثروت ایران همو اینا گروه تروریستی عراقی و که حشد شعبی کتیبین دیگه او شیعانا مصرف کرد لباشوری کردستانی او هندک هیزین کردی هیا هر نهاجی درجه تمن خواب بو حکومت پتو سیداره حپم یه نهاجیه و که همه حاج محمود و حاج کاروان و گله کسین دیگه با حب دیگه پیکینانا گروه تروریستی لوی منطقه بو نا امن کرنا حریم کردستانی و او دهات ایران حمل سوریه دچو شهر او دهات ایران لگروه
پاکستانی، افغانستانی، یمنی، ونزوئلایی و گلا جین دیکنیه بو اوه که امن و آساشا نو نتوی تیک بداته تنیا دهاتا ایرانی مصرف بواند هاده کرن. او خلقی کد بیجا نانم منانچنه برسیتیه گرانیه به پارایه به امکاناتیه اوه نارضایتی ایرانی در ببرن بکورتی دبیج نوانا ضد انقلاب یعنی دجوه انقلابه او انقلابا که او نکری بخوا کرنه او انقلابا که پینجو هفته خلق ایرانی کری اونا لسر ناوی خواد تواو کرد لبیروکه و ذهنیت کسا که رزی و که خمینی بخوا خلق هندی بو هاد بو ریبره ولاتا کی پیشکوتی ولاتا کی دولمند و کی ایرانی ثروت و حیا ایرانی همو لریکن قطابین خواهی تروریستی که دخواست امن و آسایشان نتوانی تک بده یا منطقه تک بده لوانا مصرف کرد. حکومت پتو سه داره لدریجا 47 سالانه ده هیچ خدمت بو پیشوا چونا ولات ایرانی نکردی هیچ آوادانی که اوسا نکردی دست خلکی نگرتی حیثانکاری بو خلکی نکردی بو جان خلکی بو پیشوا چونا جان خلکی نکردی چکرنا جین شوله دامزراندنا خلکی بنگو بنیات اندی که بکاره دکارم بجو وکی کارگره کرد نانه خواب به دست خواه بینه بیتا بیمه کرنه باشه روز و پیش روزا و دیایی به چننه تنیا نانزکه او رو بخوست به خود کریمه او جان خلک ایرانیه اما ولات اندیکه پاره ایرانی ده چطا بو همو لبلانیه که همو تروریسته که لبلانه همو سر حیوه معاش خوارده گرن مالا و سر حسابا ایرانه پاره ایرانیا حتا چکرنه معاش خوارده گرن مالی آن خراب بو چه دیکن غزه و فلسطین هر وسا حماس هر وسا حسیه یمن هر وسا تروریستین شعبی لحش شعبی و عراقی و دکارم بیجم شیعه هر وسا سوریه هر وسا دهان گروه دیگه پیکیناندن با صدور انقلاب لولات دیگه وسا تنیا پاره ایرانه لبو وان خلقانه دیگه ایجا نه بو اوه که تمنی پیسه و حکومتی دریج با اگر خلق سری خواهل دادن دجی دستراتا و حکومتی ده چند تمام او ولات اندی که کم عاش دانوان پارا دانوان هاوکاریاوان دکرن سلاح دانوان ده بردان جان او دولت او تدا یان دکارم بیجم بو ولات اکی دی که ده چه اوانتینه به خلق آزادی خوازه ایران سرکود دکه به تایبتی کرد جا بدبختی ها ما کرده لایه که حکومت ها پتو سیداره اول 47 سال دنگی آزادی خوازی جا نتوی کرد لروجرات کردستانی دکارم بجم خفه کردی لایه که حکومت ها پتو سیداره فشاری بو کرداتین لایه دی که او عجمانه بونه دودسته هر بهیزه او آزادینه و حکومتی لبارا مذهبی ها لگل یک هرشت کنست لسر کرده به طایبت لسر او هفده باجارین لسر استانه ارمیه او کرده بشته بردست قاضی و حاکمی وانه لعبد و اعدام سزایی و کمترین
ادی او تاوان کرده یا تاوان نکرده اگه کتبه دسته وان او ده تاوان نویسینوان لدست پاسدار و قاضی و حاکمی وان ده یا اوینی نکو او دجی دستلات وی حکومتی راوسته یا نراوسته شرف حکومتی کی یا نکیه تازه یا مهم اوه کردگی هشه به دستی بان شما بکن و کرد بین ببن و دهان صدان هزاران کرد آوا به ناوی کرد بون کوتن دست حاکم آذری دا سزای و یک کم و کم ابد و حلواسی میشه هزاران کری خلقی کشتن بدبختی کرده لیره یا هشت او حکومت نهلوش یا اوین دیگه که وک کرده رو پنابری وک کره شاه و وک لاین دیگه او نخوا میرادگری آخوا ایران ادزانن دولت ایران ادزانن او نه هرشید که نصر کرده جار جار مجاهدین باسا خود مختار یا کرداد که نو کرد بی نکشتن او جو وقتی خواه لعولیا انقلابی لتهران دا شکست خورن و شهر فارس نشین هاد نا کردستان بوان بو نوچه امن و آزاد که کرد وان بو پاریزن او قنجا کرده بیرا خواه نکرنه جار جار دویجن کرده حقی وی هیا او جی بو اوی که بکارم کرده بیدنگ بکن مافن خلقین دیگه پیشل بکن وک عرب آذری وک بلوچ خلقین دیگه وک ترکمان تنها باسم مافی کرداد کن او نه هاتنا سروی باوری حتی کرد نگهتا مافین خواه امنو آرامی ایرانی دا چنابه ترکیه و سوریه و عراق دا چنابه او نه هاتنا سروی باوری نه هم برای خود دنیده او خلقی که حکومت پتو سی داره بو فرمیز کدریجه خلقی فلسطین لبنان سوریه عراق یمن و افغانستان و پاکستان و گروه هندیکه سوری اما تنها اهدافا و خلقی ایرانیه کشتنا خلقی ایرانیه اهدافا و تنها کردین ایرانیه اپوزیسیونین کردین ایرانیه هیزین کردین ایرانیه او دفاعی که مشروع بخواد زانه حقی که مشروع دیده تخواه که دستیوردان لولات اندیکه بکه صدور انقلاب بکه امن و آسایش ها ولات هم تک بده ثروت و حیا ایرانی همی بخت خدمت آونده خلقی ایرانی رو برسی و هجاری داره بگیره اگه کردک دنگ بکه فارسک آذریک و بلوچک عربک دنگ بکه راست توانا جاسوسی ضد انقلابی دیده آسان ترین ریک بونه حل بجادونه کشتن و اعدام خلقی تنیا اوه که بر راحتی دست دکوه گرتن و کشتن خلقی هیچ توشتاکی دکنی هنده جارا تایید بیجن ام تروریستینن ام دوجی تروریستینن باشه تا خلقی خواهد کجی 47 ساله تا ایران که مسترین زندان بو خلق ایرانه تا کردستان ملی تاریزه کریه تا 8 ساله شهر ایران عراقی کر تا جامع جهری تا وخور تا پی مری تاگو اوانیه از جامع جهری دو اخون پی دمرم تا قبول کر تا شکست قبول کر تا داوال هیز کردی کر لسر میز مذاکره لدل اروپا دا لسر میز مذاکره در لیدار ریبری کرده دکتر عبدالرحمن قاسم نو گل حوالوی تشتر میز مذاکره تا شهید کرد برای خب دی مسئله کرد بوده چند حساس 8 سال تا شهر ایران عراقی که تا عراق عفو کرد شکستای تا قبول کرد
اما تا حاضر بوی سر میزه مذاکره تا کردا بخواب بینی ریبری کردا لسر میزه مذاکره تلیده شهید بکه هیئتا کردا تلیده همه لسر ها قاتلان بکه دکتر سعید پشت یک دو سال شهید بنا دکتر قاسم رو دکتر سعید آلمان دا لنا همو اپوزیسیون ایرانی دا تنیا هیئتا حزب دموکرات کردستان ایرانی تحل بجد تا همو لسر ها قتلان کن آلمان دا لرستوران میکونست تا کردستان ایران بو خلقی کریه زندانه که هرم آزن به تایبت کردستان تا منی تاریزه کریه اوه دنگ دیگه تود کشی اوه برسیه بجه از برسی ما پناه بو والاتا که دیگه ببا تو چو والاتا که فرصت دستاوه هاتما تو لیده دایدو کشی هزاران کوچبر و پنابر لولات خان جی هلانه چونه ولات اندیکه که بکارم به راحتی جانه که بکن لدست رزگار نامر 400-500 نیزوک 1000 کسی هر لوان چند سالانه دا در لباشوری کردستانی در پنابرین روشلاتی تلیده شهید کرد لولات اروپایی تا دهان سادان که مخالفه تبون بونا تبون حزم ندبون ایران به جهلان تلیدن شهید کن تا ترور کرد یا باشه اگر تو تروریست نی تو دشمن خلق ایران نی تو دشمن خلق خانی تو بو خلق خود کشی تو بو حاضری ولاتا کی وکی لبنان ویران تا آوادان بکی خلقه کی لوی برسی تو معاش بو ببری به پاره خلق ایرانی بو گرانانه که راه دادن نهجی لإیرانی دکارم بجم کارتون خوابانه لسر کارتون شو خلق درازی لبن پرادا خلق درازید تو حاضری بو خلقه که دیگه که کار تکدنه کار تروریستی دکته تو هاوکاریان بکه تا اومده ننی اما خلقه تا دخوازه جانه کی آزاد و امن و جانه کی شایسته انسانی هبه تو باندو کشی باش اول سببایی چه اگر کیج قصه دکته یان دبیشتی تو جداخوازی یان دبیشتی تو جاسوسی اسرائیلی یا امریکایی یا زدان قلابی همو تشتک یعنی بدلی تا بدلی دودستی تا بریادشه هیچ تشتک دو ولات تا بدلی خلقی به باشی بریاناچه که خرابکار با که تروریست با که انسان کش با که آجاوگر با دستی ولی ایرانی دا لناوی حکومتی دسته کی هر بلنده 47 سالت شعارین پرپوچ مرگ بر آمریکا دبه اسرائیل لسر و نقشه رابه دا پیش خو حتی هیچ تشتاجی تا نکرده ضربه کلوان بده او سیاستات بو بایسنده او نه هرش بکنه سرطا او سیاستات دستیوردان تا لوالات اندی که تقویت کردن و گره هن تروریستی دجی اسرائیل و آمریکا بر جواندیان بو بایسندی هرشی بکنه سرطا 47 ساله شعارن مرد بر اسرائیل و مرد بر آمریکا داده او رو اوان هرشکی یا سرطا سروکی تا فرمانده تا بنکه و بنگهی تا دکارم بجم آگر لسه سری تا دوباره هزاران نفره تا سروک و مسئولی تا کشتن اصلا اول این خیالات دانیا سر رای وی هنده تو لسر لیوا قبری تا سر مرنی تو هرشالو کرداد که یکی کله شرط تا اوه که راستان و شر آتش بسی
ناب تروریستی لبنانی هرش به نصر ناب تروریستین عراقی هرش به تسربان ناب تروریستی یمنی یه فلسطین خزه هرش به تسربان اما تو دفاع خلق خاناکی لویا که تو خلقی خود کشی لویا که خلقی تا کتنه بر هرش آمریکا و چکن آمریکا و اسرائیل او خلقی تا کشی یعنی خلقی ایرانی بوده هیچ معنی و مفهوم اکچنه راستی که بجین بمرن لخوشی دابن لنخوشی دابن هیچ ارزش و اهمیت بوده چنه تو لایه که تو دفاع لخلقی او ولاتن عربی ولاتن دیگه لاین دیگه تو هر şey دیگه سر کرده یعنی سر خلقی آزادی خواز ایرانی که باسا آزادی دیگه شارکی وک سنه لسال 57 تا 410 زاروک کرده جن و زاروک تا و شارده دا قتلام کرد تا اعلاما جهاد دا دیج کرده لروجنات کردستانه نزدیک 100,000 انسان جن و زاروک تا لیدن شهید کرد تا جانی جن و زار یا داستان پاره و ثروت و خلقه یه نفتا کرده زیر کرده زیوی کرده تا تالان کرده دبر تا پاره دا چکدار خواه دوروبر خواه اوید که تا دا گروه تروریستی لو ولاتن که تا ولاتن که آوادان دکر دیجا آمریکا اسرائیل تا توقیت دکر او پالو پشکا کرده آگر و آسن تا دینا سری کرده تا دباره باشه بچن لحمو دنیای بپرسن مرو مالا خواه لبرسی را دگره نانه مالا خواه گوی جنوزاری خواه دباد بو ولاتا کی دیگه بو خلقه کی دیگه مرو ولات خواه ثروت و حیا ولات خواه مرو خلق خواه ولات خواه پارا بهنه لحجاری لنداری دا بهنه حیا ولات خواه ببر لولاتا کی دیگه لگروه تروریستی و انسان کشه دیگه بوان ببخشه امن و آسایش و جنه که خوش بواندانه خلقی و لنداری و لحجاری دا بشه اگه خلقی وجودن که لیده خلقی خواه کشتی بیجه بله تزد انقلابی باشه اگر تو اونده انسان دوستی تو عولیت خلقی خود کشی تا اونده انسان دوستی تو بو خلقی خود کشی تا بو ولات خود بو خلقی خود کریه زندان تا کریه جهنم ثروت و حیا و ولات تحمی گروه این تروریستی لو ولات اندکه تخرش که تا او ولات تکاول کریه کرده اندکه تو جدا خوازی باسا زمان که تو جدا خوازی باسا خود مختاریت که تو جدا خوازی باسا فدرالیت که تو جدا خوازی باسا مافی نتوای مافی انسانی که تو جدا خوازی هر چه دو بیجه تنیا یا تو فیروی یا تو فیرکنی کرد جدا خوازن تجزیه طلبن کردا بکشن او آگری لسه سریته لسه سری او گروهین تروریستی سر بته لهر کی دایبه وکو تایو که دباره عین خیالات تنینا تنیا تو تا کرد کنه دفاع باشه تو دفاع لخزه دکی تو لبنان دکی تو تروریست دکی باشه تبو اعلام جهاد دار لسر کرده خلقی تبون بیدفاع بون تبو او دو کشتن تبو گنده که وکی قارنه قندرقاش قلاتان گیچه حلقوچ پیانجخ دهان سادان گنده دیگه تا اینان ده تا قتل عام که
تا دگو تا پاسداری خواه که 7 کردا بکشه دی بشتا به 8 بو مهم نبو تنیا کرد کشتم بو باشه او کردانه چه دفاعه بو چه گناه که بو تنیا دخواستم وک انسانه که بجین جیانه که شایسته انسانی هبد او جی به قول تایی درو پیش اوی کتب تو به ایرانی تنده قول درو دانه اتوبوس مجانی بن نفتا ایرانی حکومت شاه حمید دت امپریالیست همو به خلق ایرانی بیت خشکانی او جوانی انسانی همو آزاد من ایرانی دا دموکراسی هبه تا حتی قدرت دست خواه گرد تا کتی نو خلق ایرانی بو کشتنا آزادی خوازن ایرانی که تا قبول نکری تا او کشت خلق برای خدای مشکه تا یه رزی سیاست تا یه خلط هاش تابون تلوی تا چکه تا شر ایران عراقی تا دست بکر عراقی هرشکی لسر هندک باجار انتا باجار ایرانی تا خلق متحد که بله عرب هرشی دیکن ولاتی و داگیر کن اوه دجی تاجی مجبور بون سلاح را کن دجی هرشا صدام حسین و عراق راستن ولاتی خواب پاریسن تا او دم تا گود او شرا نعمتا که معظم بو که جمهوری اسلامی لو قیران سیاسی رزگار کرد جمهوری اسلامی متحد کرد 8 سال طبع سیاستی طبع هزاران کره خلق هزاران مال تا ویران کرد لو 47 سالا تا همو ثروت ایران تا گروه تروریستی خش کرد تو که شره دیگه ساز بکی یان تو گروه دیگه بخوا بیک بینی بو اهداف خاط با کار بینی اگر روزه که خلقی تا ایران تقبول نکنی تو دچون وانتینی لبنان خلق ترورستاتینی فلسطین ترورستاتینی یعنی سوریه تینی افغانستان تینی حسیات تینی نظام عراق تینی تا پی خلق خواهی آزادی خواست دکشی یعنی تا هیچ مشروعیت اکتر لآل خلق ایرانی و تا چنه نه باشد تو درسوزی با خلق خزه دکه خلق لبنان دکه شیعه نظام یمن دکه عراق دکه سوریه دکه باشد تو بو کردی خود کجی تو بو خلق خود کجی بو خلقی دا چه دجمناتی که دگلته هیه کردار لو شرده خواب بیل آیان زانین شرل تمام دنیای در راستا تنی تا آگره لسستری کرده دبارین او کردین کل لجیر دستلاتا تا دانن لجیر جغرافیا تا دانن لسر به دولتا که دیکنه تا آگره آسنه لسروان دبارینی لسر کرده دبارینی تا قول و پیمانان دشکنی تا قرارداد بود دو کردین روجلات سیاسی روجلات نه هرشی بکنه سرتا نه وان حدودا که ناامن و آرام بکن تو جی دست بو کشتنا و تروران نبه اما تا او پیمانش تشکن تا او قراردادش تشکن تو دیجی امریکا و اسرائیل حزب الله لبنانی ندن اما لایه دیگه تو تی کردی عراقی ولات وانتا که اسمانی و که آگر آسن سسری وانده تو دوباری اوه سیاست تا یان خلط اوه دستی وردان تا اوه تروریست پروری تا تمنه تا یک قریش ادی دکارم بیجم دیروک تا ورنا گره تجیبیه تو چو حاز که تو چو حاز نکه گره تو لسهنا سیاسی
کوملاتی اجتماعی تو دم و دستگاه خاخره که تو بچی ماناتا بوناتا خطره که بو مروتی به تایبت ضرره که خطره که هر امازن بو خلق ایرانی بو خلق کرد اوه که معاش خوری تابون نهاجی بوتا دکنه حب حب اوه که تنیا رخنه لتا گرتنه لسیاست خلاتا تا گرتنه تو بی آگر و آسن تو بربی جانیوان تو ماند شافتی اما سروی باره من ادی تمن تا یک قرش مرحله تداوی بی ظلمات تداوی بی تی همو خلق ایرانه با آزاد بجید به تایبت خلق کرد ادی ملت کرد ریک نادتا هیچ لایه نکی چهارا نویسا ملت کرد ده پشت دریه گریدای بیتا دیاری کرن نتوی کرد تی بخواه چهارا نویسا خواه دیاری بکرد چونکه دیرو که ثابت کریه او دولت یک لدوی یک تین او شورشوی مازن او انقلاب مازن یک لدوی یک تین تنیا اهدافان دجایتی نوبرنا نتوی کرد من پیوه او شاره او بزوی داوی پینویته چاو حکومتا رونیته لسر میز مذاکره ده حل باشه چل ریکا شهر دا نرونه ده حل باشه اما اوانه او شهر دست بکر که بینا خمینی گور بگور بیجن او شهر نعمتک بو اوی که تمنی قریجو تمنی پیسا و حکومتی دریج بکن خلقی متحد بکن گازی خلقی بکن او اسرائیل تی او امریکا تی او نظام ولاتی کتی تی ولاتی و داگیر بکن دفاعی لخواه بکن از اوی به همو خلقی ایران را بگهنم به تایبت خلقی کرد او حکومت تا پتو سیداره چه جاری نه دلسوز خلق ایرانی بیا نه دلسوز بخاک ایرانی بیا که نه بو دهات و در کفت ایرانی بیا تنیا پاره و خوشی و خوشگذرانیا و ولات بو خلق دیگه و تروریستی دیگه بیا نصیب خلق ایرانی گرتن و کشتن و اشکنجه و حلواسین و کولبری و نداری و کارتون خوابی بیا نتوی کرد دبه حلویسته که جامیرانا بگیره او هنده فرصت زیرین دست هیزن کردی کرد دبه او فرصتانه و دست خادان او فرصت او زیرین لسادان سالا جاره که دستی که ام کرد ام هنده گره آلوگورین لو وجودا خدا پیک بینن اخلاقی خدا رفتارا خدا هر سو کفت خدا لگل رقیب خدا لگل اوی که وک منا فکره گره هنده آلوگوری لخدا پیک بینن ام نهاجی ده پنابریه دانم پنابریه دا لمد و کجن پنابریه جبو ما روان زن ام کتن شر پارچه و شر لوگو لشر او حزبه نه حزبات که من پیوه دی وقتی هنده هاتیه آلوگور انسان آلوگوری لخدا پیک بینه روز به روز تغییرات مازن دنیای رو دادن روز به روز آلوگور اونده سریع رو دادن و آلوگوری اونده سریع پیتین یعنی لگداناوان گلک زحمتش اما نابا کرد لسر سیاست که لسر بوشونه کی گونار شوپین دهان سالا پیش نها هر نهاجی وی سیاستی
بمشینن. کرد و هیزن سیاسی کرد، سیاست مداریم کرد گره حل سیاسی بگرن بو اوی بکارن ریو حل که پیدا کن بو اوی که خارزگار بکن، خلکی خارزگار بکن، ولات خارزگار بکن. اوه باشترین ریو حله. اینجا تو لگل آمریکا دکوی، لگل اسرائیل دکوی، لگل گروه دیگه دکوی، تو ریو حله که دیگه ده پیش خواه، تو ریو که دیگه حل ده بجره. تنیا یا مهم اوه تو برجوانجا خواه ولات خواه، رزگاریا ولات خواه، آخواه تو برچاو بگیری. تو فرمیسکن حرام یه خائنتیه بو حکومت پتو سه داره، بو فارس و عرب و عجم لان دیگه تو نریش. وقتی هرسته تا سر کرده همو خلقین دیگه کی خوشن بو کشتنا کرده. دخوازن چاره نویسا کرده به دست خواهد دیاری کن. هیچ ما فکر ندانه هیچ کرده کی. از نهجی ده بیشم. از صدان سالید که بلا او قصدانام وک دکارم دلیل و مدرک بکار بیده اینان. صدان دولت اندی که لدوای صدام حسین و مالکی و نظانم کیو ل ایران خمینی و رفسنجانی و نظانم خاتمی کیو ل عراقی ل سوریه عوض بن هیچ تشتک بو کرده چنین. بو ولات کرده ولاتا که آخ زیرینه. اگر سوریه حزب که لگل کردی خواه رگ بکوه برجوانده عراق و ایران ترکیه که ده خطری او هر سی ولاتا ناهلن سوریه لگل کردی خواه ما فکی بده تا کردی خواه ما ول سوریه با کردین سوریه ها دادن کردین تاثیر های لسر کردی ترکیه و ایران و عراقی این ایرانی موافق با کرده بیت دانه او هر سی ولاتی که هرشید کنه سر بو ولات یعنی هیچ موافق حقه که بو ملت کرد چنه. ایجا او کرده صبح حتی فرمیسکن حرام خائنتی و کوچکا بو عرب و عجم و فارس و ترک حپانه بلا بیر لچارانوس و رزگاریا نتوی خواه بکن. خودت تنیا ریکا رزگاریا ما کرده یه گرتنا ما کرده آلگور لوجودا خواده اینان اخلاق و روشت و سیاست خواده اینان یه گرتو یه کتیا ما کردانه لگل او بیارانه پیش بیار رو بدن که ما آماده کاری هبا اما جنداخو کسریه ما هیچ وعده نه لگل بیارا نه پیش بیارا ما آماده کاری هبیا. تنیا اهدافا ما او بیا ام بکن چاوان خواه مطرح کن چاوان یک تر بشکنن چاوان بمنا باشوی میدانه بو ما کرد و کردستان مفهومه که وا چننه. اگر بو ما مفهوم اهدافا ما کرد و کردستان با من ها او اختلافین سیاسی دانا بنا قیاقه ام همو کردک من تنیا آلا کردستان را کرده با به ناو کرد و کردستان من خبات کرده با من ولات خارزگار که با سبین دولت ها اگر ما پیکتینا بلا حل بجاردنه که آزاد و سیستمه که فرا حزبی ها با هر حزبی برنامه و پروژه خدا با خلقی دنگ ده چه حزبه که بلا حکومت 4 سالیه کرده او دولتی او حزبی ریا بره دولت داری کرده یعنی ریو حلین باش اوه بو کرده او گونه شوبین دهان ساله کرد لدسته دا دنالینن لدسته و سیاست مداری میجک رزیه کرد دا دنالینن
آلگور لسر دنیای داتی لسر وان نایته نهاجی کتنه دجی هاو گرتنه هاو کشتنه هاو لافین سیاسی خلق پیش ودچه دچتا پشتا هاوی دنیا مجازی اونده دکارم بیجم اونده پیش و چوه خلق انواع خواست داخل اگه لویری که دا به دست خواتینه یا مجین نه اوا نظام پارتیه اوا یکتیه اوا دموکراته اوا کومله اوا پژکه اوا چه 47 سال تمانی به حکومت برای خوابه بیا درنده ترین حکومت دنیا لیده ترسه موشکی و درونی و سلاحی و قدرت و پاره و لسی و 7 سال لسی نویدیه که دکارم 35 سال حریم کردستانی 12 سال فرقه بیه حریم کردستان این نهاج نکایه مشکلات دو حزب حل بکرد پیش خباتا کرد لروجلات گرد لساده نویدن نه بونه آلیگری حکومت و پتوسی داره هزاران کری شورشگره کرد لباکور لروجوار لروجلاتی لو باشوری کردستانی دا به دست تروریستین سوری و ترکی و ایرانی ها شهید کردن او کرده کل چه درکی دنیای دولتا سوری دولتا ترکی دولتا ایرانی نکاری با دستی ندگشتی با کشنوه ل باشوری کردستان به راحتی لیده دا شهید کرد یعنی آلگور لخدا پیک بینه او سیاست او خوخوری یعنی هون نگهشتنه چه اهدافک من پیوه باشترین پاداش و او کسان اولانه که بکاره یک گرتنا مالا کرده با حولدان با یک گرتنا مالا کردان با هیزن کردی با دکارم بیجم ایل و عشرت و طایفین کردی با اوه که هیزا نتوایی بقاوت بکه حضر نتوایی بقاوت بکه برجوانجا کرد و کردستانی اهدافی و باشترین پاداس با او کسو اولانانه براستی از زیده لسری و انایشنم اما از زاونده دویجم حکومت و پتو سیداره دلویه که خلق کرد کجی دلویه که فرمیس که حرام بو خلق عرب لفلسطین و لبنان و لعراق و لحسین یمن و لسوریه تو دریج باشه توانا وان کردی روش راده چیه تو آشتی بو خزه بو لبنان ادخازی اما تو آگر آسان لسسری کرده دبارین بیا او کردین کوه حرکتا نا انسانیت تروریستیت تبیر بکه ایدی از او تشتادی که بو نابیجم براستی او چه کردک کرد گره او جنایتی تبیر نکد تو دست بو حمولای که دبای بو که تمن قریجه خود دریج بکی دستلاتا خود دریج بکی بو سوریه بو روسیه بو ترکیه بو پاکستان و بو نظام کره شمال چین بو اوی که خلقی خواست سر کل بکن توشتاکی سیاست داکی مشروع تو بخواد زانی اما تو اوی مشروع بو کردان زانی کرد چند حزب کردی هاو بگیرن و بکارن ریو حالا که پیدا کن بو رزگاری واناتی خواد ده هر شید که سر بونه تو حاضری موشکال چین و روسیه بی کردا بکشی اما تو حق ندای کردا کرد گل لاینه که دیگه بکون بو گهشتن به اهداف خو دیجیتال راستن کردستان سر بکون ما بیوه روز بروزه شعور سیاسی کرد روز بروزه شعور سیاسی چکدار این کرد
دکارم بیجم روز بروز زیادتر دبا روز بروز زیادتر خان نشان داده روز بروز او تشتین کونار نمشکی خدا فرادن تشتی تازه دینینا میدان سیاسی کرد از نهجی ده بیجم از دهان سالی دیگه جازی بیجم او شری پرو مرسه یه بود در باز بیا همو حزبک اول لیگو و حزبی اول نظام چه حزبی او نگره همو بین دانانه تنیا پرچم کردستانه به ناو کرد و کردستان باشترین ریکه باشترین ریوحانه بو رزگاریا یگرتن نتوه یا کرد هر بجنو سر کودی